7 6 5 زدم رفتم بشینم، برق استودیو رفت. بچه این حمله سایبریه. یعنی پیش رادیو رو میچرخونی همه اینطوریه. چون یک مارمولک باز دوباره شلوغ خلوزی بود که هم لوس بود هم نونور بود. آیا هوش مصنوعی میتونه جای گوینده رو بگیره؟ اگه بگم نگاه نمی‌کنم ناراحت میشی؟ آره واقعا ناراحت میشم. آره نگاه نمی‌کنم. من مطمئن می‌کنم شامپوی هدن شولر دارید، محبت می‌کنید، آبیشو بدید که نوشتش آبی باشه برای موهای معمولی. اسمش همسانساز غذایی دینامیک ابرجهشی دیاتونیک فلینت راک بوده، یا به اختصار حق داشت بود. درود به انیموشن آرتیای گل. انیمو گپ اومده امروز که مهمون نگاه‌های پرمهرتون باشه. مهمون امروز به قول یکی از بچه‌ها گلی از گل‌های روزگاره و یک دوبلور خلاق، یک مدیر دوبلاژ فوق‌العاده، نوازنده، بازیگر و کسی که ما همه با صداشون خاطره داریم و بچگیمون رو ساختن. خوشی اومدید آقای قاضی. متشکرم، خیلی ممنونم. منم سلام میگم به همه بیننده‌های انیمو گپ و بر بچه‌های انیموشن آرت. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و سپاس از تو امیر عزیز و اینکه حالا من بعضی از این تعریفی که کرد و واقعا نمیدونم چرا تعریف کرد. حالا من گوینده مختصریم، نوازنده. کجا من نوازندم؟ 2 ساعت داشت با هم دعوا میکرد چرا به میگی استاد، الان میگی چرا به میگی دوبلور، چرا به میگی مدیر دوبلاژ. نفهم زنده باشی. من تهش یه خاطره سازی کردم و خدا رو شکر میکنم که عمرم بی‌حاصل نبوده. این دعای همیشه من. واقعا کارهای بزرگی کردید که میخوایم در ادامه بریم سراغشون. مرسی، ما در خدمتیم، زنده باشی. آقای قاضی این روزا مشغول چه دوبله‌ای هستید؟ دوبله چه خبر؟ این روزا که در واقع تا همین هفته پیش هم گذشت ما مشغول اسپایکس فامیلی بودیم. یه سریال ترکیه یارگیه که حالا از تو نوار دوستان میتونن ببینن، لذتشو ببرن، که همچنان ادامه داره. دیدین این سریال ترکیه، ولی خب قصه تموم نمیشن این سریال ترکیه. تموم نمیشن و قصهش هم حالا قصه جذابیه. منهای اون حالا کارهای دیگه هم داریم انجام میدیم که حالا توی سایت سام استودیو خواهیم گذاشت و یواشاش داریم آماده میشیم برای زمستون که ان شاءالله آرکین 2 بخواد بیاد. آخ 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 چه دوبله جذابی تو راهه. گویندگی استاد امیر زند، خانم غلامی، خانم روحی، سارا شاه‌آبادی، همه بچه‌ها، مهدی فضلی، محمد خاوری و واقعا برای بچه‌ها گل کاشتن. کست درجه 1 و زنده باشید. اسم اسپایکس فامیلی اومد. میخوام بدونم این چی شد. این شاید انیمیشنی نباشه، انیمه‌ای نباشه که اونقدر پرطرفدار باشه، ولی خب این هنر دوبله شما باعث شده که مخاطبای انیموشن آرت صدر علایق و صدر دانلوداشون این انیمه باشه. خواهش میکنم. اولا که واقعا زحمت بچه‌ها بود، تو صدر اونها ساناز غلامی عزیز و نازنینم، همینطور نیکی رحیمپور که از بچه‌هایی که جدید اومده و تو کار دوبله داره فعالیت میکنه، از بچه‌های جدید سام استودیو هست و خب صدای منحصر به فردش که یک استعداد خدادادیه. به علاوه هنرش باعث شد که رول در واقع اصلی این کار اینقدر بولد بشه و حالا بقیه بچه‌هایی که اومدن و خلاقیتایی که حالا اون لحظه از خودشون ارائه دادن، فکر می‌کنم باعث شد که یک اتفاق قشنگی تو این حوزه بیفته. پیشنهاد این انیمه رو سارا شاه‌آبادی داد و بعد هم در واقع خانم غلامی ما رو بگیریم، خیلی قشنگ میشه و جذاب میشه. و سر صدای آنیا من خب خیلی تست دادم، فکر کنم 15 نفر تست دادن و تو این 15 نفر نیکی رحیمپور در واقع قبول شد و صداش رو کاراکتر نشست و اصولا هم که ترکیب من و ساناز به نظر من توی خیلی از انیمیشن ها جواب میده و حتی تو خیلی از فیلم ها. آره ترکیب برنده است خلاصه. زنده باشید. و خب این هنر واقعا ساناز غلامیه و شاید درکی که ما رو صدای هم از هم داریم. سریال‌های زیادی بوده که ما با هم کار کردیم، فیلم‌های زیادی بوده با هم کار کردیم، انیمیشن‌های زیادی با هم کار کردیم. از کوفته قلقلی شروع شد توی سریال حسابی می‌خوایم در ادامه بریم سراغش. ببخشید کلامتون اومد. سریال یو بود که با هم کار کردیم و
اینم که در واقع جزو انیمه هایی بود که کار میکردیم، هرچند که خب خیلی از مخاطبای انیمه اعتقاد دارن که انیمه رو باید با صدای حالا ژاپنیش دید و صدای اصلیش دید. بریم یکم عقب‌تر. بریم. چی شد آقای قاضی وارد دوبلش شد؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ کجا گرفتن؟ والا من اصلا تو خوابم نمیدیدم که اصلا بیام و سمت کار دوبله. من همیشه دارم میخواست فوتبالیست بشم و فوتبالتون خوبه؟ والا از بچه‌ها باید بپرسین. ما بچه‌ها جمعه بچینیم، جمعه بشیم، چهارشنبه‌ها ما میرفتیم البته تا همین قبل از سال جدید، ولی خب آره بچه‌ها رو جمع می‌کنیم یه فوتبالی میریم. و بعد آرمانمو توی کار دیگه‌ای پیدا کردم. من خیلی به الکترونیک علاقه داشتم، به کامپیوتر علاقه داشتم. مجتمع پایتخت رفتم، با در واقع برادرم اونجا حالا کار می‌کردن، مغازه داشتن و برادرم هم نریمانمون، تا اشتباه نشه من 2 تا برادرم نریمان بردیو، اینا 9 سال و 10 سال از من بزرگترن. و بعد من رفتم گفتم میخوام که کامپیوتر یاد بگیرم. گفت آره حتما، اون تریو برتری بزن. روز اول تری زدیم، روز دوم تری زدیم، روز سوم تری زدیم، روز چهارم پنجم ششم گفتم نمیخوای به ما یاد بدی؟ هیچی، نه از شبکه نه از. گفت اگه بخوام الفش رو بهت یاد بدم تا یه‌شو باید یاد بدم، خودت برو دنبالش یاد بگیری. و بعد رفتم تو کار کامپیوتر. خب خیلی به این که چی کار کنم یه چیز خراب درست بشه خیلی علاقه داشتم. شروع کردم حالا سخت افزار، نرم افزار اینها رو کار کردن و بعد دیدی یهو از یه کاری خسته میشی. من از اون کاره یهو خسته شدم، انگار مالم نبود، انگار که من صاحب اون کاره نبودم. و بعد یه مغازه بود طبقه پایین که کارهای CD و خرید و فروش CD میکرد، امیر هادیان. گفتم این کارتونه، یه کارتون بود خیلی حالم بده. گفت آره اینو بگیر. اون قشنگ یادم که اوورد هجو داد، بعد آنتروی پرچین، بعد 2 تا کارتون دیگه هم به من داد و بعد من تازه دیدم که داره میگه گلوری انترتینمنت تقدیم میکند و بعد با آقای رئیسی آشنا شدم و آقای رئیسی اومدن تو پایتخت. امیر هادیان زنگ زد، من طبقه 4 بودم، گفت بیا پایین، بدو پایین که خودش اومده. گفتم باشه. اومدم پایین و کارتشون رو گرفتم و رفتم تست دادم و تو کلاس آقای علی مردانی شرکت کردم. اون موقع تو انجمن برگزار میشد. با حامد عزیزی آشنا شدم، با خانم چوبدار آشنا شدم و ما یه تیمی بودیم که شاید خیلی همون این کار شدیم. تو اون کلاسی که بودیم خانم غلامی بود، خانم سودبخش بود، خانم مومنی بود و عرفانم تو همون کلاس بود. چه دوره آتشینی بوده، چه تیم خفنی بوده. و خب خیلی تلاش کردیم، به هم کمک کردیم، دست همو گرفتیم و رسیدیم به اینجایی که الان هست. دوبلوری بوده که شما رو علاقه‌مند کنه به این کار؟ یعنی با صداشون به دوبله علاقه‌مند بشید و یه جورای الگوتون باشن تو این مسیر؟ بله، من مرحوم استاد اسماعیلی خیلی الگوی من بوده. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. آقای ناظریان بودن، آقای جلیلوند بودن، یعنی کسانی که دارم میگم شاید من تو یک سریالی، تو 2 تا سریال دیالوگ به دیالوگ اینها رو حفظ میکردم. نمیدونستم چه دلیلی داره، ولی خب موقعی مثلا با پدرم و برادرام میشستیم مثلا یه سریال نگاه میکردیم، رو صداهای اینا خیلی مانور میدادیم، نمیشناختیمشون کیان، ولی خب صداهاشون برامون جذاب بود. مرحوم حسین عرفانی واقعا این دوبلورا بودن که باعث شد که اصلا اون نسله که تو انجمن بود شکوفا بشه. آره این جمله نصف شب یک فکر کنم روز 5م 6م یا نمیدونم انوم ضبط بود. محمد علیانی گفت تو داری 2 هفته میری یا 1 هفته داری میری؟ واقعا ضبطش هم طول کشید. گفتم آره من نشستم تا یاد بگیرم. گفت برو تو. فکر کنم واقعا ساعت 2 یا 3 نصف شب بود و واقعا لطف آقای علی مردانی بود که گفتش که میخوام چیز کنید. اصلا صدا نداشت، یعنی شما هیچ چیزی، یعنی هیچ کاراکتری نمیگفت مگه گاوم پرواز میکنه. این جمله رو اولین جمله بود که ثبت شده از من، همینه. مگه گاوم پرواز میکنه؟ یعنی این جمله مگه گاوم پرواز میکنه اولین جمله بود که من گفتم توشو و بعدم مثل جمله دیگه هم گفتیم که سانسور شد و در اومد. ولی من افتخار اینو داشتم که آره این اولین جمله باشه. اولین رولی هم که گفتم بادپا بود، باد چیچی بود، یه بادی داشت، حالا باد چیچی بود حامد عزیزی مدیریت میکرد و تو اونم اولین رول یکم گفتم.
خیلی هم عالی و جذاب. اسم سانسور اومد. خانم غلامی یه صحبتی ما باشون داشتیم، یه نکته خیلی قشنگی گفتن که یه وقتایی میان به ما میگن که دوبله ها چرا مثلا تغییر کرده، بله. چرا دوبله ها مثل قبل نیست و اینا. بله. گفت بابا یکی از موردهای مهمش سانسوره. دقیقاً. شما چه نظری دارید؟ دوست دارم نظر شما بدونم در این رابطه. ماجرا اینه که خب این یه مسئله چند وجهیه، یعنی باید از چند تا زاویه بهش نگاه کنیم. اول از همه که دوبله متولی که بخوایم بگیم که داشته باشه الان نداره. گفتم ما تو دوره اومدیم جلو که 2 انجمن بود، یکی انجمن گویندگان جوان، یکی هم انجمن سرپرستان گفتار فیلم. یکی مال وزارت کار بود، یکی مال وزارت ارشاد بود. حالا با هم همیشه دعوا داشتن اینها. الان شما ببینید چند تا انجمن اومده، درست و غلطیشو کاری ندارم، ولی میگم تعدد اینها چی بوده و اصلا برآیندشون چیکار کردن، چه اتفاقی افتاده. این اول از همه مهمه. و این چند دسته بودن دوبله هست. یعنی اولین مشکل دوبله اینه که گروه بودن میگید بده؟ که بدیش بده. از چه نظر بده؟ از نظر این که هیچ استانداردی برای اینها تعریف نشده. آیا یه نفر توی کمد خونش دوبله میکنه؟ آیا این درسته؟ نمیگم خب حالا امکانات شاید نداشته باشه، ولی آیا دوبله درستی تحویل میده؟ دوبله قابل ارائه‌ای تحویل میده؟ و فرقش با اونی که یه استودیوی مدیر دوبلاژ میذاره 0 تا 100 کار خودش انجام میده، QC داره، نگاه میکنه، تازه کار میفرسته VOD نگاه میکنه تا بعد یه کار درستی بیاد بیرون. اصلا کار به سانسور نداره. مسئله بعدی وجود بعضی از این VOD هاست که الان شما نکنید الان به شعار هر ایرانی یک VOD داریم میرسیم. یعنی هر ایرانی یک VOD داره و شما نگاه کنید هر کدوم از این عذرخواهی میکنم VOD ها هر کدوم دوبله های خودشون رو دارن و خیلی از اینها، نمیگم همشون، کیفیت براشون مهم نیست. امروز میده، سریع بودن کار براشون فردا مهمه. شب میخواد، نه پس فردا شب میخواد و با چه کیفیتی، اصلا چه جوری طرف بشینه نگاه کنه. نمیگم سرعت مهم نیست، مهم هست، ولی اینکه چه جوری میخوای این دوبله رو بدی هم مهمه. مسئله بعدیش میرسیم سراغ این که الان سوال من اینه که اولا فرق این که یه فیلم از صدا و سیما پخش بشه با VOD پخش بشه چیه؟ اینو به من یکی بگه که اصلا تو صدا و سیما داره برای چی پخش میشه، تو VOD برای چی پخش میشه. اگه قرار تو VOD پخش بشه یه سری چیزا ما ببینیم محدودیت‌ها کمتر بشه که الان چرا دارن میگن آقا شما فیلم رو دوبله کنید یه جوری که انگار که دارید واسه شبکه 2 میزنید یا مثلا برای شبکه 1 میزنید. آخه یه نکته‌ای هم که هست، وقتی که سانسور رو ما کلمش رو میاریم شاید خیلی ها فکرشون بره اصلا یه جاهای دیگه، یه سری چیزایی که خب تو خط قرمز بوده نیست. همیشه. بله 100%. ولی مواردی که سانسور میشه بچه شاید باورتون نشه شامل این موارد اصلا نیست. یعنی شاید فکر کنید یه چیز مثبت 18 گفته دقیقا. شده که سانسور شده دقیقا. یا یه موردی که حالا خارج از قوانین بوده گفته شده سانسور شده، ولی خب فکر میکنم خیلی اوقات اصلا از اینا خارجه. نه ببین از یه جای ویودیه میگه آقا من برای چی باید الان این فیلم که انقدر هزینه کردم میخوام فردا پخشش کنم و اینقدر باید بابت سانسورش زمان صرف کنم. مثلا تو یه فیلمی سرشونه یه بازیگری مثلا معلومه، این سرشونه رو دیگه اون سانسورچی محترم ویودیه کات میزنه، از اون وره بوم افتاده کات میزنه، سکانس در میاره. حالا شما یه جمله مهمی تو اون کار گفتی، یه اتفاق مهمی افتاده که اصلا اهمیت نداره، اینکه فقط شما یه چیزی ببینیه. خب برای همینه که تا وقتی که سانسور به این صورت داره ادامه پیدا میکنه شما نمیتونی بگید دوبله برمیگرده به روزهای اوجش. این بزرگترین درد ماست. به نظرتون این چند تا گروه بودنه نمیتونه باعث رقابت بشه و باعث بالا رفتن کیفیت ها بشه، باعث خلاقیت های بیشتر بشه؟ 100%. من اصلا این که آقا چند تا گروه هست هیچ مشکلی ندارم، ولی یک اتحادی باید داشته باشن این گروه ها. من به شما میگم این فیلم با N میلیون تومان بسته شود. تو فضای رقابتی تو ایران اینجوری نیست که من کارم بهتر باشه تا دیده بشم. میگه من بزنم چون ماهیگیری بلد نیستم بزنم تور یکی دیگر رو سوراخ کنم، ارزون تر بیان بدم. آفرین. کار به جای رسیده که الان با دقایق خنده‌دار و مضحک دارن کار میکنن. یکم از این فضاها بگذریم بریم شخصی ترش کنیم.
خب در رابطه با علایقتون ما یکم ازتون بپرسیم. بپرسین. بازی یا سرگرمی مورد علاقتون تو بچگی چی بوده؟ بچگی من سگا داشتی؟ چند سالته امیر؟ من سگا بچه‌ها داشتم دارن می‌خندن. چون زمانی که من 24 سالمه، خب. زمانی که من سگا خریدم PS2 هم البته بود ولی خب من یادمه مامانمو بردم گفتم من پلی‌استیشن 1 میخوام. خب فکر کنم PS2 هم بود. آره میکروجنیوس رو یادته؟ آره این چیزه، این خاکستریه. آفرین. فوت میکردیم فشار آره. بدیم. آره من رو میکروجنیوس بازی لاک پشتای نینجا رو خیلی دوست داشتم و همیشه مایکل آنجلو وای میسادم و داداشم همیشه میگفتم با این ضعیفه، این اصلا با این آنچکاش کاری نمیتونه بکنه. بعد بزرگتر که شدن خب فوتبالم در کنار خیلی چقدر دوست داشتم. جالب. فکر کن کاراکتر مورد علاقه بچگیات با صدای خودت ماندگار بشه. راجع به مایکل آنجلو چون حالا من بچه بودم با میکرو خیلی بازی میکردم، آقای سولت بزرگتر شدم رفتم انجمن، آقای سولتی مدیر دوبلاژ این کار بودن. بعد من از علاقم به مایکل آنجلو براشون گفتم، آقای سولتی گفتن کستا من بستم. گفتم که آها. بعد موقع من کارآموزی بیش نبودم، هنوزم نیستم، یعنی هنوزم گوینده بابا نیستم. نفرمایید دیگه. ولی آقای سولتی گفت باشه خیلی خوب. یه روز بعد از ظهر زنگ زد کجا؟ گفتم مغازم. خب پاشو بیا کارت دارم. گفتم باشه. اومدم و گفتش که روی مایکل آنجلو تست بزن. یه تست زدم گفت مرسی بیا بیرون، بهت میگم کی بیای بگی. آقا اصلا ما در گوشمون مرسی از آقای سولتی که این خاطره قشنگ و خلق کردن. آره واقعا. برای خودتونم پیش اومده تا حالا که یکی از حالا کارآموزا یا شاگرداتون یا گوینده ها بیان بگن من عاشق این نقشم، میشه این نقش رو داشته باشم؟ من یه اخلاق خیلی زشتی تو مدیریت دارم، اون کاری که بهم بگی بکن نمیکنم. ای بابا. آره یعنی خیلی بدم. ای بابا. من توقع داشتم این زنجیره رو ادامه بدی، قطعش کردی زنجیره رو. به بچه‌ها یه چیزی یاد میدم که برای نقش خودشونو نکشن. یعنی اول از همه اون شهوت این که من حتما این نقشه رو بگم و من با یه دلول گذاشتم رو سرش زدم و به بچه‌هام اینو یاد میدم. ولی اینجوری هم بوده که میشه من یه تست بزنم، یعنی عین این جمله رو من گفتم، تست دادم دیدم نه اون فلانی بهتر، میگم تو تست رو زدی ولی واقعا اصلا این که مخاطب چی برای من کامنت میذاره، مخاطب چی به من میگه، خیلی از علاقه تو که آیا این نقش رو بگم و خوشحال بشم خیلی بیشتر ارزش داره. آره ولی چه اتفاق جذابیه ها. این چقدر جذاب بود که بچگی کاراکتر مورد علاقت رو مثلا 15 سال بعد 10 سال بعد با صدای تو ماندگار بشه. زنده باشید. کودک درونتون فعال هست؟ خیلی جدی؟ خیلی. یعنی به گواه همکارام من واقعا کودک درونم هنوز زنده است. یه وقت مثلا میرم تو استودیو مثلا یه چیزی برمی‌دارم پرت می‌کنم تو سر فلانی میام بیرون. از این کارا زیاد. طبیعیه. من تعجب میکنم بقیه از این کارا نمیکنن. از سر و کولم بالا نرو و نمیدونم بعد یه بار یه خممو نگیر و اینا اصلا معنی نداره. یه بار یه کاری کردم که تا یه جایشو میتونین پخش کنین، یه جای بعدش نمیتونین پخش کنین. ای بابا بگم حالا نهایتا کات میزنیم. بفرمایید. من یه سالی تو سالی که رادیو بودم، البته 5-6 سال دیگه همکاری نمی‌کنم، رادیو که درشو باز می‌کردیم می‌رفتی تو رادیو تهران تو استودیوی پخش، یه دکمه قرمزه‌ای بود که پشتش دکل برق بود. یعنی از این دکل‌های کوچیک برق بود، از این باکس‌های برق بود. دکل میخوام تصور کنم چه اتفاقی افتاده. بعد آنتن زنده بود، برنامه زنده داشتم. من هیچ وقت یادم نمیره علی زند وکیل شروع کرد روسری آبی خوندن. من اومدم به اندازه چای خوردن، تهیه کننده‌مون گذاشت روسری آبی داشت میگشت آتش. اومدم بیرون نظره چرخیدم دور و بر نگاه کرد. به خانم مونا میرزایی که صدا بردارون بود گفتم که مونا این چیه؟ گفت دکمه قرمز رو دست نزن. میدونم دست نزن. گفتم نه الان مثلا اینو بزنم چی میشه؟ گفت میشه ازت خواهش کنم دست نزنی بیای بری تو. 30 ثانیه مونده، 30 ثانیه تا پخش زنده داشت میرفت. گفتم من حالا، گفت امین برو تو 10 9 8 7 6 5 زدم رفتم بشینم.
دیدم فیدرها همه اومد پایین، کارت صدای استودیو خاموش شد، برق استودیو رفت، برق آنتن رفت. بچه این حمله سایبریه، یعنی این خرابکاری نیست، این حمله سایبری کرده به و رادیو. بعد آقای معدنکن رئیس وقت رادیو بعد دیگه نشستم قشنگ همینجوری تو صندلی، دیدم فنی دوید بالا، از اون وری که دیگه رفت، از این وری که دیگه اومد. بعد من نشسته خوبه بودم، تلویزیون نبوده. بعد هیچ وقت هم تهیه کننده میثم عبدی بود. من فقط دیدم میثم عبدی دارم اینجوری اسلو موشن اینجوری یکی دیگه رفت. مونا فقط اینجوری بود و میرفت و میومد و بعد تمام شد. آقای معدنکن زنگ زدن که خب سر همینه 5 سال رادیو نمیره. نه اون دلیل شخصی داره. گفتش که به نظرم رادیو هم دلیل شخصی خودشو داره. گفتش که آقای معدنکن که میدونی چی کار کردی؟ گفتم که نه. گفت این کار جرم داره، اقدام علیه امنیت ملی. میگم این حمله سایبری حساب میشه. و بعد خانم هم داشتن برنامه میشیدن، فقط زد چرا 2 دقیقه و نیم تو هیچ اتفاقی نیفتاده؟ زدم هیچی نگو. فلایت کردم اومدم بیرون. هنوز که از فایلش موجوده، اگه خواستی قشنگ یانی به اندازه 2 دقیقه و نیم واسه مردم زد. این از این کاری بود که من کردم. مثلا اون کوفته قلقلیه درونم فعاله دیگه، واقعا همونه. آره واقعا همون دکمه بود که اصلا ببین من به دکمه قرمز علاقه ویژه‌ای دارم. چرا میخندی؟ من یه بار یاد انیمیشن میافتم اون دکمه قرمز رو دادم میشه ترکی. اصلا دست خودم نیست. قبل از اینکه وارد دوبله بشم اینجوری بودم. یه افسر محترم راهنمای رانندگی وایساده بود سر قائم مقام، این دکمه رو میزد که چراغ سبز و قرمز بشه. همونجوری داشتم با کولم رد میشدم و اینا، بعدم وایسادم نگاهش کردم. گفت چیزی میخوای؟ گفتم که میشه یه بار من اینو بزنم این قرمز شه؟ گفت ولمون کن، من باید فقط بزنم. گفتم فقط یه بار، کسی که نیست، تو رو خدا بذار من این دکمه بزنم. زدم چراغ قرمز شد، ماشینا وایسن. تو نمیدونی چه لذتی داشت. تو رو خدا بچه اون دکمه قرمزه دکمه اضطراریه، اونو روش چی بذارید آب رو سر هممون میریزه. خودم نیست. هی به اون دکمه درخشان دست نزن مایکی. ولی ممکنه یه چیز خیلی خوب باشه. شاید هم نه. بحث انیمیشن شد. انیمیشن مورد علاقتون چی بود تو بچگی؟ لاکوشن نینجا بود؟ نه انیمیشن مورد علاقم، من توشیشان خیلی دوست داشتم. افسانه توشیشان خیلی دوست داشتم. بعد جزو انیمیشن های محبوبم بود و گربه بازرس هم خیلی دوست داشتم با صدای استاد نظامی، ناصر نظامی. انشالله هر جا هستن تنشون سالم باشه. و استاد ناصر نظامی هم جزو فالوورها و کسانی که کارهای ما رو میبینن نسام استودیو هن و نظر میدن و ما انقدر خوشحال میشیم که یه پیشکسوت. چه کار جذابیه. من انقدر دوست دارم که نفرات پیشکسوت و نفراتی که تو حوزه کارشون خوبن میان ما رو تو مسیر کاریمون راهنمایی میکنن. استاد خیلی زند رو برات نگم، استاد زند که واقعا پدرانه بالا سر مجموعه بودن یه وقتایی و راهنمایی که میکردن، واقعا ازشون خیلی چیز یاد گرفتم. الان انیمیشن مورد علاقتون چیه؟ اگه بگم نگاه نمیکنم ناراحت میشی؟ آره واقعا ناراحت میشم. آره نگاه نمیکنم، خیلی انیمیشن نگاه نمیکنم. اون همه کودک درون و دکمه قرمز و کارا کودک درون الان دیگه فعاله. خب چطوری پس دوبله میکنید انیمیشن رو اگه نگاه نمیکنید؟ من حتی یه چیز بدترم بهت بگم، اونایی هم که دوبله میکنی نگاه نمیکنم. نرو امیر بشین. نه من رنگو رو به زور خانمم دیدم دوباره. رنگو رو به زور خانمتون؟ وایسا گفت تو رو خدا بیا ببینیم. گفتم که نه تو خوب بذار من فکر نکنیم. واقعا حالم خوب نیست اصلا. من آخه میگم من هنرمو جا خلق کردم. خیلی هم عادت زشتیه ها، تو رو خدا اصلا این کارو نکنی. آدم باید کار خودشو ببینه. ولی آره من اصلا رنگو رو نگاه نکردم، کوفته قلقلی رو نگاه نکردم، فقط یه بار تو اکرانش دیدم همون سال. کوفته قلقلی هم نگاه نکردم. قبل از دوبله هم نگاش نکردی؟ یعنی قبل فقط دوبله چرا نگاه کردم، ولی فقط تو اکرانش دیدمش، دیگه ندیدمش تا الان که دیگه تیکاش در اومد. کوفته قلقلی رو یک بار دیدی؟ اونم تو اکران
که دیدم که مردم دارن لذت میبرن، فهمیدم کارم درست انجام دادم. تموم. واقعا یه شاهکاره. ایزه بده اسمش رو، شاید خاطر ساز باشه. خیلی خلاقانه بود. بذار آره. خیلی خلاقانه بود، خیلی تاثیرگذار بود و یه حرکت جدیدی بود. آره. شکست نفسی نکن. نه. بیا توضیحش بدیم چطور اینقدر خوب بوده. بیا از خوبیاش بگیم. از خوبیاش میگیم. ما که نمیذاریم ازش بگذری. داشتم میگفتم، حالا میونه کلامتون داشتم گفت بابا پر ایراده. گفتم ولمون کن تو رو خدا، بیا بریم سراغ خوبیاش. حالا اینی که دارم به تو میگم، آقای مقامی خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون، توی همین 10-15 سال آخر زندگیشون بهشون گفتن که شما جزو شاهکاراتون فیلم سینمایی دکتر ژیواگوه. گفت تو رو خود اسم شاهکار نذار. واقعا هم همینه. یعنی من بعدها فهمیدم که حس ایشون چیه. میگفت همین الان من دوباره دوبلش کنم، دوباره یه جور دیگه دوبلش میکنم و یه جور دیگه میگمش. کوفت قلقلی هم دقیقا همینه. شاید بار در واقع خاطر انگیز خوبی داشته باشه، بار نوستالژی خوبی داشته باشه. شاید اون موقع بهترین امین قاضی و ساناز غلامی اتفاق افتاده باشه تو کار و حالا همه گویندهایی که تو اون کار گفتن، همون ترکیب برنده همیشگی عزیزم. ولی از یه جایی وقتی از نظر فنی هم نگاهش میکنی، یه جاهای پر ایراده. یعنی از نظر لیپسینکش یه جاهایی از نظر حسش یه جاهایی واقعا شاید ایراد داشته باشه. ولی بذار اینجوری بگم، برآیند خوب و بدش رو بذاری کنار هم، تهش اتفاق خوبی بود. اون کارو آقای رئیسی مدیریت میکرد، یکشو، و خب خیلی هم وسواس به خرج دادن و تو اون کار واقعا جزو چیزایی بود که من شاید به یک بلوغی رسیدم. یه اتفاقی که اونجا افتاد این که همراه شدن با بیل هدر بود که صدا پیشه اون کار بود و بیل هدر گفته من یه کاری میکنم هیچ کی نتونه رو من بگه و واقعا هم این کارو کرد و من فکر کنم خیلی حالا تلاش کردم نقشه رو پررنگش بکنم. کوفت قلقلیو باید درکش میکردی. یعنی مردم خب دوبلای زیادی ازش هست، مثل رنگو دوبلای زیادی ازش هست، ولی وقتی تو کاراکتر رو درکش میکنی، خودتو توش میبینی، اتفاق جذابی میفته. سعی میکنید خودتون رو به کاراکتر نزدیکتر کنید. همزاد پنداری عجیبی اتفاق میفته. مثلا اونجا که تلفن رو قطع میکرد میگفت قطع مکالمه، مثلا پشیمانی فلان. واقعا من مثلا توی پیدا کردن یک دوست اون سالها بارها این اتفاق میافتاد. زنگ میزنم فوت میکردم، صدامو عوض میکردم، کارهای عجیب غریب. یعنی من اون حس رو درک کرده بودم. یا مثلا برف بازی من با برف نه ولی با سنگ زدم تو چش یک دوست همسایه‌ای که بهش گفتم بیا بریم با هم بازی کنیم، نیومد. من منتظر شدم، خدا شاهده اینجوری منتظر شدم بیاد بیرون. اومد بیرون، ول کردم، خورد آی چشم و من دیگه فقط دویدم خونه. چیزیش نشد، چشش سالمه. خدا رو شکر. آره یعنی اینجای چشش مثلا یادمه که تا یه مدت‌ها و هیچ وقت هم منو لو نداد که من بودم. مامانم خب مثلا هنوز به تلگرام میگه تلگرام و اون کار کردن با گوشی مثل همه پدر و مادرها واسش هنوز سخته. اون خب درکیه که تو مثلا باید از پدر یا مادر داشته باشی. پدر میخواست فایلو بفرسته. این دقیقا خونه ماست، دقیقا همین جوریه. هی میگفت بکشم آخرش هم افتاد. ولی آره اینجوری شد که خلق شد و خب هنرنمایی زیبای ساناز غلامی و این که اون درکی که اون موقع داشتیم. تو دوش هم یه همچین اتفاقی افتاد، ولی خب یه اتفاق قشنگتری افتاد. علیرضا وارسته اون موقع در واقع داشتیم کار میکردیم، گفت آقا این توت فرنگی رو بکنیمش فرنگیس. آخ این چقدر مرسی علیرضا. مرسی که این جزو خلاقیت فرنگیس رو آوردی. چقدر بامزه بود. گویندش نگین گیبچی بود و خیلی هم صدای به کاراکتر خورده بود، همین که درکش دقیقا خود نگین گیبچی هم همین شکلی گوگلی و مگولی و آره دوست داشتنی. چی شد به اون تیپه رسیدید؟ ببین به اون لحنه، به اون شکست لحنه. ببین از اون شاید شروع یک سری لحنا بود
مثلا تو انیمیشن های دیگه‌ای بعدش میبینی که آدم اومدن لحن رو بشکنن، لحن رو روونش بکنن، یعنی تو احساس نکنی یک گوینده نشسته پشت این کار میخواد با صدای خوشگلش رو این حرف بزنه. این اولین اتفاقی بود که در من افتاد و سعی کردم همونو برم جلو و اینم به خاطر کتاب چگونه فیلم دوبله کنیم استاد ابوالحسن تمام نژاد بود. جا داره که یاد کنم از ایشون که میگفتن وقتی یک دوبلور، یکی از نکات آموزشی بود که وقتی یک دوبلور گوینده میخواد یک رولی رو اجرا بکنه نباید یک کاری کنه که بگه صدای من مثلا منم یا مثلا اینجوری بگه. مردم باید روله رو ببینن، مردم اصلا نباید بفهمن دوبلورش، که مردم باید روله رو ببینن، کاراکتره رو ببینن. چه کارهایی توی این انیمیشن بود که باعث شد انقدر ماندگار شه؟ میخوام اون خوبیاشو از زبون خودتون بشنویم که بعد بریم سراغ بقیه کارها. اول از همه که تو یک دوره شکوفایی اون انیمیشن اومد و اتفاق افتاد، شکوفایی که واقعا ارج و قربی که گلوری به انیمیشن ها داد. خیلی از گوینده های پیشکسوت با احترام میگفتن آقا مثلا دوبله انیمیشن مسخره بازیه. همیشه وقتی انیمیشن دوبله میشد تا قبل از گلوری، گوینده هایی که خیلی تو فیلم فعال نبودن توی انیمیشن گویندگی میکردن. خیلی هم بودن که از همون ابتدا انیمیشن رو سفت و محکم و با احترام میبردن. چقدر جالب، الان برعکس شده. آره، مثلا آقای تورج نصر که خداوند انشالله نگهشون داره میگفتن من همیشه با انیمیشن حال میکردم. اخیراً هم یه همکاری با هم داشتیم جای باگز بانی صحبت کردن که باورتون نمیشه وقتی با یه عشق این خرگوش باگز بانی نگاه میکردم میگفت من سالها با این زندگی کردم هنوزم دوستش دارم. بعد اون دوره طلایی تو نمیتونستی کار بد ارائه بدی. وقتی یک برندی، یک نامی، یک اتفاقی، یک جریانی تو جامعه میفته که همه به سمتش میرن، تو اگه تو اون کاره بخوای بد عمل بکنی مردم میفهمن، متوجهش میشن و خب خودت رو رسوا کردی. انرژی که پشت رنگو بود، انرژی که پشت کوفت قلقلی بود، حالا این دوتا کار شاخص رو دارم میگم، مهمترینش اون رفاقتمون بود که به کار رنگ داد. من هیچ وقت هم نمیره آقای سولتی میگفتن که CD کار هپی فیتو گرفته بودن، چون آقای سولتی من حالا بعداً اگه دوست داشتین باشون مصاحبه بکنید حتما با افتخار. آقای سولتی سر هپی فیت 2 بار معدهشون فکر کنم خونریزی کرد و من 2 شب قشنگ دیدم آمبولانس اومد و ایشونو برد به خاطر حالا کلنجاری که داشت با یکی از گوینده ها میرفت. CD که اومد بیرون گفت این بابت تمام زحمت ها و مصیبت هایی که کشیدم این اومده و این انرژی خوش واسه مردم موندگاره. کسی دیگه اون خونریزی رو یادش نمیاد، کسی دیگه حال اون موقع آقای سولتی یادش نمیاد که همه اون دنبال اون انرژی مثبتن. تو رنگو همین اتفاق افتاد، تو گفت قلقلی همین اتفاق افتاد. و اگر که تو میخوای کار فیلم بکنی، میخوای کار دوبله بکنی، هر کاری که هنر نمایشی داشته باشه میخوای انجامش بدی، اگر انرژیشو نداری اصلا سمتش نرو، اصلا کار نکن، چون که باید انرژی مثبتی داشته باشی، کارا رو درکش کرده باشی تا بتونی ثبتش بکنی و اون ثبت موندگار خواهد موند تا رنگو دوبله خیلی موندگاری داشت. یعنی حالا شما میگید که سوخت شد، من دوبله شما هم دیدم، واقعا دوبله خیلی فوق‌العاده‌ایه که برای بچه‌ها گذاشتیم. اگر که دوبله آقای قاضی رو ندیدید حتما میارزه، چون هم دوبله خیلی فوق‌العاده است، هم انیمیشن خیلی فوق‌العاده‌ایه و ارزش دوبار دیدن رو داره. تو این روزا باید ببینید. سراغ رنگو میریم. یه قسمت پایانی من این کوفت قلقلی رو ببندم. آقای قاضی همین جور که داریم سراغ تک تک اسکیلاشون میریم، نوازنده بسیار خوبی هم هستن تو سازهای ضربی اگه اشتباه نکنم. این زنگ موبایله رو بچه این تبلت رو دوباره بیاریم، یه ویدیو میخوایم نشونتون بدیم. اون موقع خب آقای رئیسی میگفتن باید بذار یه کاری بکنیم که بمونه و بذار کار منحصر به فردی بکنیم و تو اون کار منحصر به فرد یکیش همین زنگ موبایله بود و من فکر نمی کردم اصلا بگیره، چون مثلا ما یه تجربه ناموفقی داشتیم سر هورتون،
یه انیمیشن به نام هورتون که با گویندگی استاد مرتضی احمدی رفتیم جلو که روایت رو من تنبک میزدم و هورتون در واقع انیمیشن. موفق نبوده؟ ببین خیلی عجیبه تعریفتون موفقیت چیه دیگه؟ میخوای نه دوبله دوست داری برای چیکار کنه بعدش؟ نه اون که روایتش چیز بود. آفرین، روایت شما بهره طویل در واقع خدای رسیده نوشته بودن، ولی خب مردم میگفتن آقا این کاریه که مثلا فضاییه که تنبک رو تو میشنم یه ساز سنتیه دیگه، درسته؟ تنبک هم شما گفتی فضای بچگی شروع کرده آره بودید. من این تنبک رو مامانم برام 7000 تومان خرید. همین تنبک؟ همین تنبک اصلا از همون سال مونده تا الان هست تو دفترمون هست. این تنبک رو من برای اینکه حالا پول خودش رو در بیاره حاجی فیروز میشدم، میرفتم تو مهد کودک‌ها اجرا میکردم واسه بچه‌ها، تنبک میزدم، میخوندم. از اون موقع من این تنبک رو داشتم. بعد تو این کارم آقای رئیسی گفتش که بذار یه کار منحصر فردی بکنیم، بذار تنبک بزنیم. جا نداره آخه، کجاش میخوایم بزنیم؟ گفت بذار روی زنگ موبایله بذاریم. بعد گفتیم باشه. یه روز نوشت جمله رو، اومد بالا گفت حاضری بزنیم؟ گفتم آره. و شد این نتیجه‌ای که داری میبینی. ببینیم تلفن میزنم جواب نمیدی، چرا فیلم با این کار منو عذاب تو میدی، جواب بودم. چه سیبیلایی داشتی؟ آره جز خاطراتی بود که اون موقع جاشو پیدا کردیم، بالاخره اون کاری که باید میکردیم و کردیم. بریم سراغ رنگو. بریم. من خودم دوبلشو خیلی دوست دارم و خب یه سری توضیحات خودتون دادید ولی میخوام یکم این بازتر بشه باش و خب بدونیم مثلا این از کجا میاد، چطوریه. رنگو رو یه هفته سینکش طول کشید، یعنی سینکش خیلی کار سختی بود. اون موقع تازه با کتاب کوچه آشنا شده بودم، کتاب کوچه آقای احمد شاملو، و جزو مجذوبین یه سریالی بودم به اسم هزار دستان که فکر کنم تو یادت بیاد. و خب تیکه‌های خیلی زیادی اون تو وجود داشت و چون تیکه‌هاشو حفظ بودم و چون کارم یه کار وسترن بود و خب توی دوبله‌های قدیمی وقتی تا نگاه می‌کنی کارهای وسترن خیلی نگاه می‌کنی که تیکه‌های بامزه و ایرانیزه شده و رفته جلو و مثل جان وین که ایرج دوستدار خدا رحمت کنه اجرا می‌کردن، مصباحکم الله بالخیر مثلا، اگر دیده باشین حتی نمیدونم دیدین یا نه. و یه همچین اتفاقی افتاد، برای همین سینکش هم اینقدر زمان برد. کاراکتر رنگو رو که شک نداشتم خودمم و چون یک مارمولک باز دوباره شلوغ خلوزی بود که هم لوس بود، هم نونور بود، هم با یک وقایعی روبرو میشد، هم لافزن بود. یعنی یه چیزایی رو من احساس میکردم که میتونم پوششش بدم. کاراکتر خانم لوبیارم خانم آفری زحمت کشیدن و گفتن جمله وایرال شده معروف ازش خانم لوبیا مردی هم لوبیا لوبیا خانوم. آره جزو کارهای بامزه بود و هنوزم که هنوزه میگم من اون کارو یه بار بیشتر ندیدم که همچنان دارن وایرال میشن. آره. خیلی جذابه. من به مخاطبامون گفتم باز هم تاکید میکنم بچه‌ها حتما یک بار دیگه رنگا واقعا ارزش دیدن داره. خیلی بچه بودیم، خیلی همون شاید این انیمیشن رو دیدیم، یه سری مفهومای جدید ازش میفهمیم و این دفعه حتما با دوبله آقای قاضی از کانال انیمیشن آرت برید و این انیمیشن رو ببینید. یه تشکرم باید بکنم از علی کاستاده که چون ترجمه اون کار واقعا فوق العاده بود. علی کاستاده انقدر ترجمه و شعرها رو درست ترجمه کرده بود و برگردونده بود به فارسی که نصف یه بخشی از قدرت دوبله اون کارم ترجمه مناسب علی کاستاده بود. سراغ رنگو که رفتیم، این تیکه وایرال شدهش هم ازش یاد کردیم. چه حسی دارید دوباره بعد سالها این تیکه وایرال شده؟ چیزایی بامزه دارن روش درست میکنن. ببین اون کار خیلی تیکه‌های وایرال خوره بهتری هم داره. من برای همین خواهش میکنم برید بشینید ببینیدش، نه که حالا وایرالش کنید، کلا ببینیدش، ببینید باش حال میکنید و بعد برید سراغ تیکه‌های وایرال خورش. بین نقشایی که گفتید کدومو از همه بیشتر دوست دارید؟ نگو اینو، اصلا نگو اینو. اصلا ببین میخوایم بریم سراغشون، تیکه بعدی قراره قربانی کنی نقشا رو. اصلا نمیتونم. بذار یه کاری کنیم، بذار اینو به صورت بازی بریم، بازی که کنیم. اینجا باش. یکیشونو انتخاب کنی. باش.
مایکل آنجلو، ویکتور. مایکل آنجلو اون گربه همه چیزدان کورالین. جنبه فانش مایکل آنجلو، گربه همه چیزدانش جنبه فلسفی قضیه و خب خاطراتی که تو اون کار داشتم، ولی باز مایکل آنجلو باشه. مایکل آنجلو یا میکی ماوس؟ مایکل آنجلو. مایکل آنجلو یا فیلین؟ تشو نگفتم. فیلینت. آخ مایکل آنجلو رو حذف کردی؟ این همه خاطرات بچگی، این همه آدم گوشت سر دوراهی دیگه. واقعا کل خاطرات بچگی زدی رفت. چی کار کنم؟ خودت گفتی دیگه. فیلینت یا فورجر یا فیلینت؟ والا فیلینت. این هم سخته به نظر من. چی؟ فیلینت یا زیانی؟ زیانی روزای خوب هم نبود، یعنی زیانی و یعنی اون لهجهش موندگار بود. آره. مورد داشتیم با اون لهجه صحبت میکردن یه سریا. اونم مال خلاقیت آقای رئیسی بود، البته خودش گفت اینجوری بگو. و اون که ترکی هم هومن بگی اونم باز خودش گفته بود که موند. ولی دیالوگ گفتنهای زیانی خیلی زمان برد. بابا حرف عادی نمیزد که. بعد بازی داشت و منم یه بیماری دارم، میگم باید آدم یه تیک بگه، یعنی تکو کلن باید بری که حتی نفساتم توش بمونه. تیکه تیکه به درد نمیخوره، سالاد تیکه تیکه به درد نمیخوره، کلی باید باشه. بین فیلینت و زیانی بود. فیلینت یا رنگو؟ هیچ کدوم دست نمیزنم. اصلا بمونم. ببین اصلا دست نمیتونی. به خدا نمیتونی. اصلا قانونهای بازی این نیست. نه. انتخاب کن. فیلینت یا رنگو؟ هیچ کدوم، جفتشو میذارم بمونه. اصلا نمیتونی. این انتخابو کن با گریه بریم بخش بعدی. نمیتونم. اصلا از من نخوا. فیلینت یا رنگو؟ مطمئنم ته دلش رنگوه، ولی به خاطر شماها میخواد فیلینت رو نگه داره. دست نمیزنم. نگاه کن خندش معلومه میخواد بگه رنگو. دلیر میگه رنگو، ولی خب احترام به مخاطب میگه فیلینت. دست نمیزنی اصلا. تا صبح من نگرده این دوتا رو دست نمیزنم. ولی بهتون گفتم طبق شناختی که دارم همین مورد. کذب محض. بنده در جراید شکایت خواهم. دوبله فیلم یا انیمیشن؟ والا من فیلمو هنوز توش کارآموز میدونم خودمو. نه جدی میگم، چون که خیلی ابعاد داره و خیلی سلیقه‌ایه و متاسفانه یه جاهایی مخاطب سریال انیمیشن یا اصلا انیمیشن میبینه با صدای تو، اون دیگه تو ذهنش تثبیت شده و تو بیای پاکش کنی برات سخته. مثل خدا بیامرز خانم نادره خیرآبادی بود که مثلا تا قبل از انقلاب یه سری فیلمو بازی میکرد، از بعد از انقلاب یه چادر سرش کرد و وای مادر، این دیگه تو تمام این فیلمای مادره بود، تو دیگه نمیتونی مادره رو ازشون مثلا بگیری یا مثلا یه کار دیگه‌ای بکنی. اینم همون شکلی میشه. ولی من خودم دوبله انیمیشن بیشتر دوست دارم. دوبله انیمیشن بیشتر دوست دارید؟ من تو دوبله فیلم یادم توی سریال گاتام نقش پنگوئن بود اگه اشتباه نگم، اونم خیلی دوست دارم. از دوبله هایی بود که خیلی دوستش داشتم توی فیلم. من کاراکترش هم دوست داشتم، بازیگرش هم که فوق العاده بود. اصلا همه چیش فوق العاده بود. کسایی هم که سریال گاتامو دوبله دیده باشن قطعاً الان یه بخش خاطراتش دوباره زنده شده. خاطره شد به همین زودی؟ فکر کنم یه 6 سالی گذشته. خاطره شد. 5 سال 6 پنگوئن اولین کاری که کردم با مینا مومنی صحبت می‌کردیم مدیر دوبلاژ کار، من به تک تک جنایتایی که این آدم کرد حق دادم. لحنش هم همون شکلی شده. آره به تک تک جنایتایی که کرد حق دادم، چون که یه سری چیزا حقش نبود. اصلا یه جای سریال فصل دوم اومد آدم خوبی بشه، آدما نذاشتن که این آدم خوبی بشه و من پنگوئن رو دوستش داشتم. یعنی اون همزاد پنداری از اینجا میومد که آدم همیشه قرار نیست آدم خوبی بمونه، امکان داره تو یه جا آدم بدی باشی و
این آدم بد بودنش شرایط محیطی تو رو بدت میکنه، تو ذاتا آدم بدی نمیشی. پنگوئن تو فیلم هم یکم با انیمیشن متفاوت تر بود، یعنی این دوست داشتنی تر بود. پنگوئن انیمیشنی که اصلا جسارت نمیکنه، وقتی میاد فقط آقای سولتیه و السلام علیکم و رحمت الله. ولی این فیلمه حالا میگم خیلی قضیهش فرق داشت. انیمیشن دانشگاه هیولا شما و خانم فهیمی درو کردید، چطور ممکنه 2 نفر کل نقشا رو بگن؟ جریان چیه؟ زندگیم من 2 تا سوتی زیاد داشتم تو دوبله، 2 تا کار بد کردم. سر اون قبلا هم ما همچین کاری کرده بودیم. یه زمانی این شکلی بود که رویه گرفتن مجوز یک انیمیشن به این صورت بود که وزارت ارشاد کار رو باید به صورت فارسی میشنید. خب و این سیستمی که یه نفر همه رولا رو بگه یا یه خانم همه رولای خانم رو بگه از همون زمان شروع شد که ما بهش گفتیم مسابقه اسب دوانی. یعنی هر مؤسسه‌ای که اون CD کارو فارسی شده 6 صبح میبرد میذاشت رو وزارت ارشاد، اول مال اون مجوز میگرفت. یعنی وضعیت اسفناکی بود. اون کار ما قبلش هم با خانم غلامی یه فصل شکار دوبله کردیم، همه رولای مرد و من گفتم، همه رولای زن و خانم غلامی گفت. اون فصل شکار اومد بیرون و اتفاقا پخش کننده اون کار که اسمش رو اینجا نمیارم، بیارم جنگ میشه، کارو پخش کرد. ما دیدیم 48 ساعت بعد از این که ما کار دوبله کردیم و قرار بود بره وزارت ارشاد، از وزارت ارشاد رد شده بود، پخش گرفته بود، نامه پخش گرفته بود، زده بودن با ولت ریخته بودن تو بازار. یعنی من اومدم، قشنگ خاطرم هست، داشتم از یه پاساژ رد می‌شدم، صدای من شده دغدغه، اومدم دیدم که فصل شکاره و طرف به عنوان دمو گذاشته پشت در واقع فروشگاه و حالا کارش خرید فروش سیل. زنگ زدم گفتم سالان صدای من تو، گفت قرار نبودیم بیاد بیرون. گفتم آره اومده بیرون و بعد مسئول مربوطه تماس گرفتم، گفت حالا دیگه اومده بیرون دیگه. گفتم حالا اومده بیرون میگه چیه مرد حسابی، نباید میومد بیرون. و حالا دیگه اتفاقی که افتاد اون ماجرام پیرو همون داستان بود و اتفاقا اون پخش کننده مذکور که من اسمشو نمیارم، بیارم جنگ میشه، کارو من داد، گفت من یه روزه جنگ میشه واقعا، یه روزه من اینو ازت میخوام. گفتم یه روزه واسط میزنم ولی آخه اصلا چیز نه. میگه آره تو بزن. دوباره همون اتفاق افتاد و متاسفانه یکی از فجایع دوبله رقم خورد و متاسفانه به نام من تموم شد اون داستان. یه فاجعه دیگه هم که من رقم زدم و آدم خوبه که اگه خوبشو میگه بعدش هم بگه، یه انیمیشنی بود به نام دراگون هانتر که من اسامی این کار رو عوض کردم و 3 تا اسم ایرانی گذاشتم رو کار و هیچ توجهی هم به تاریخچه این انیمیشن و خواستگاه این انیمیشن نکردم. بعد دیگه پشت دستم رو داغ بود کردم که صدای کسی اسم کاراکتری رو که برآمده از تمدن فرهنگ مثلا یک کشور مبدئیه رو بخوام عوضش بکنمش فارسی. من کار بدی کردم. این دوتا کار بد نبوده، تستش کردید دیگه. حق نداری رو کاری تست بکنی. تستات مال تو خونه است. وقتی که کارت پخش شد اومد بیرون دیگه تو مسئولیتش با خود، حق اون کارو نداری. نقشی بوده که به نظر خودتون اصلا به صداتون نیاد و گفته باشینش؟ پشیمونی از گفتنش؟ خیلی بوده. جدی؟ آره. پشیمونی از گفتنشون؟ یادم نمیاد ولی کم نبوده اینجوری شده، ولی خب از یه جای دیگه جلوشو گرفتم. گفتم به صدای من نمیخوره به نظر من، اصلا بهتره عوض بشه. خاطرم نیست ولی اصولا رو صداهای خیلی کت و کلفت و کاراکترهایی که مثلا خیلی چاقن به نظر من نگم بهتره. یه پنجاری دارم که اصلا نباشم بهتره. یعنی آدمای بهتر از من وجود داره. خیلی هم عالی. بریم یکم سمت آموزش دوبله و خب کسایی که میخوان وارد دوبله بشن. با درآمد دوبله میشه زندگی کرد؟ به هیچ عنوان. اگه به خاطر پولش میاید، اگه به خاطر شهرتش، اگه به خاطر ادا اصولش، اگه به خاطر جست پشت میکروفونش، اگه به خاطر ببخشید اینجور میگم جنگولک بازی اینستاگرامیش، اصلا نیایید. برید یه کار دیگه بکنید. برید، این همه شغل هنر هست.
حداقل من سعی میکنم که اول از همه بچه‌ها شریف هنرشون رو خرج کردن رو یاد بدن و اینکه با علم آگاهی بیان. کسی که میاد تو دوبله و منوچهر اسماعیلی نمیشناسه، کسی که میاد تو دوبله خانم ژاله کاظمی نمیشناسه، کسی که میاد تو دوبله اصلا تاریخچه دوبله نمیدونه، خیلی مهمه که تو بدونی اصلا ریشت از کجا بوده، کجا اومده، داری به کجا میرسی. با درآمد دوبلم که اصلا نمیشه زندگی کرد. اگر چند تا، اصلا هر هنرمندی این شکلی به نظر من، اگر چند آب باریکه، اگر چند مسیر نداشته باشی برای امرار معاشت، صرف فقط خرج کردن اون هنره و صرف کسب درآمد فقط از اون هنره، اگر اون هنره دخل و خرج تو رو جور در نیاره، هنره برات منفور میشه، هنره برات خسته کننده میشه، هنره برات کم میشه و اونجاست که مردم نمیگن امین قاضی چرا مثلا درآمدش کمه، میگن چقدر بد این رول رو اجرا کرد، چقدر بد انرژی خرج کرده. اون انرژی بود که من میگفتم از همون اول، که گفتم پشت هر کدوم از این کارا یه انرژی درستیه که اومده جلو. اینم همونه. یه فیلمی وایرال شد از یه کفاشی، از یه کفاشی اگه اشتباه میکنم، که ازش پرسیدن که آقای فلانی این کاره مثلا کار خوبیه، که طرف برمیگرده خیاطه، آفرین، که میگه بسیار کاری مزخرف و حالا شروع میکنه گفتن. این دقیقا همون شکلی میشه باست. نه، باید تو امرار معاش تو، دخل و خرج تو در بیاری، این هم در کنارش. میکروفونو داد دست ما. اونی که این میکروفونو داد دست ما. آره اینجوریه. ما افتخار اینو داشتیم که چند تا دوبله اختصاصی با آقای قاضی داشته باشیم برای انیموشن آرت. کدومشو خودتون بیشتر دوست داری؟ فکر کنم لاک پشتای نینجا بود، آرکین بود. لاک پشتای نینجا نبود؟ لاک پشتای نینجا بود. آره مدیرش مهدی فضلی نازنین بود. آره میوتینز اگه اشتباه نکنم. آرکین بود، فامیلی بود، آرکین بود. یه سرخ شدگی هم مال شما بود. ترنینگ رد بود فکر کنم. ترنینگ رد مال شما بود. آره اونم داشتیم. آره ترنینگ رد هم داشت. من همه اون کارهایی که کردم و دوستشون دارم بدون شک. ولی آرکین برای من یه چیز دیگه ای بود. چرا؟ چون که اول از همه که حضور گوینده‌های فوق‌العاده و سام استودیو و مجموعه ما اینجوریه که همیشه اعتقادم بر این بوده که نیروی جوان رو با نیروهایی که پیشکسوت ترن تلفیق میکنم و مداد رنگی صدامون یه جوریه که هر صدایی مال خودشه. یعنی این خیلی برای من اهمیت داره. همه طیف، همه سن آدمی و اون بچه هایی هم که جدیدتر وارد شدن یاد میگیرن و دلگرم میشن. این خیلی برای من مهمه. خیلی تجربه جذابیه براشون. توی آرکین آقای زند هم حضور دارن، شما حضور دارید، خیلی گوینده های نامدار هم حضور دارن، بچه‌هایی هم هستن که واقعا استعدادن. و خب سپهر جمشیدپور، هومان کریمی، خیلی از بچه‌هایی که اومدن قطعا این کار باعث میشه که آره مسیر کاریشون اصلا تغییر کنه. و سر اون کار چون آقای زندو داشتیم ما و من واقعا متشکرم که اومده، همطور محمد خاوری که واقعا زحمت کشیدن واسه این کار که تموم شد، شما از اول تا آخر نگاه میکردی همه چیز سر جاش بود. خیلی آرکین دوبلش شیک بود خیلی شیک. واقعا من این شیک بودن دوبلش رو خیلی دوست داشتم و واقعا باعث افتخار بود برای ما. زنده باشید ان شاءالله که زمستونم میاد داشتید. اینم که داره میاد و کارهای خیلی خفن‌تری هم قطعا در آینده با شما ما داریم. همکاری با انیموشن من کلا دوست داشتم. باعث افتخار ماست. بچه‌های خوبی هستین. از ته دلم دارم میگم. یعنی خلقیاتتون خلقیات جذابیه و به من و مجموعه‌ام نزدیکه. خیلی هم عالی. برای ما که باعث افتخاره. امیدوارم که بتونیم این همکاری رو همیشه داشته باشیم. امید خدا. کدوم انیمیشن بیشترین پروسه دوبله رو داشته؟ خیلی طول کشیده. رنگا رو که گفتی فقط یه هفته سینکش طول کشیده داره. یه هفتم گرفتم، یه هفته خورده گرفتم. از رنگا طولانی تر بوده تو کاراتون که پروسش طولانی تر باشه؟ ببین پروسه طولانی گاهی اوقات خود فیلم و انیمیشن پروسش طولانی نیست، همکاری بچه هاست که طولانی میشه، یا همکاری نکردن یا هماهنگ نشدن بچه ها. نه همون پروسه خودش که
کار رو دارید انجام میدید، من ولی خب بیشترینش همون رنگو بوده واقعا. بیشترینش همون رنگو بوده. 2 هفته دیگه فول تایم طول تقریبا کشید واقعا و خسته میشدیم، یعنی بعدش میمدیم بیرون و بعد متوجه نمیشدیم که چی کار کردیم و بعد تو تازه از دقیقه 1 چون یه مدیر دوبلاژ خوب و کسی که به کارش متعهده یه بار از اول تا آخر کار خودش نگاه میکنه ببینه اصلا درسته یا نه، یا نه یه نفر ببینه کارو، اینجوری نباشه که همه بدو بگن بره بچینی بغل هم، نه یه نفر باید کارو کامل از اول تا اون که اصلا مدیر دوبلاژ باشه خیلی بهتر. بهترین دوست شما بین دوبلورا کیه؟ یه اسم بگید بریم سوال بعدی. خانم غلامی قطعا. خانم غلامی؟ اینکه آره، به خاطر اینکه خب ما اون 4-5 نفری که با هم همیشه کار میکردیم یه اعتقادی همیشه داشتیم که ما در آینده گوینده ها و دوبلورای خوبی خواهیم شد. شدنش و نشدنش با مردم، یعنی نمیدونم واقعا بگیم جالب آره همشون هم شدن تو اون تیم. ولی خب چالشایی که من همیشه با ساناز داشتم یا ساناز همیشه با من داشت همیشه سر جاش میمونه. من یه جورایی پشت و پناه خیلی از بچه‌ها بودم و بچه‌هام دقیقاً پشت و پناه من تو خیلی از کارا بودن. ما منهای کار دوبله خیلی از نظر کاراکتری همدیگر رو ساپورت میکردیم و این برای من خیلی ارزشمنده. الان کاری ندارم که حالا به حال تیما جدا شده، خیلی اتفاقات مجزا شده، ولی واقعا ساناز رو من به عنوان بهترین دوست خودم میدونم تو این ماجرا، البته با احترام به تمام دوستانی که الان داریم باشون کار میکنیم. امیدوارم این دوستی همیشه ادامه دار باشه. و یه سوال دیگه هم که من از خیلیا پرسیدم اینه که آیا هوش مصنوعی میتونه جای گوینده ها رو بگیره و آیا استفاده کردن از هوش مصنوعی اصلا کار خوبیه، مخصوصا از صدای اساتیدی که الان دیگه در بین ما نیستن؟ اگه بگم مخالفش هستم، احساس قلبی خودم رو بیان کردم. اگه بگم مخالفش هستم، دلم میخواد که دوبله به این شکلی که هست بمونه. ولی اگر بگم که باید بذاریم زمان بگذره تا مشخص بشه، جمله درستری. پس باید بذاریم زمان بگذره ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته، ولی با حفظ در واقع کپی رایت اون صداها اجازه بگیریم. حداقل اگر اجازه نگیریم به نظر من یه جور کلاهبرداریه، یه جور دزدیه واقعا. یه جور دزدیه، ولی اگه اجازه بگیری بذاری خیلی قشنگتر. ولی هوش مصنوعی خلاقیت نمیتونه بیاره، یعنی این حداقل چیزی که سفت سرش میتونم بگم، محکم میتونم بگم که خلاقیت نمیاره. اون سم گفتنه، حالا تو کار خودم دارم میگم، یا اون لحنی که استفاده اونجا یه آدم خلقش کرده. آیا اون هوش مصنوعی میتونه اینو خلقش بکنه یا نه؟ خیلی هم عالی، چه جواب متفاوتی بود. بین دوبلورهای نسل جدیدتر کیو کارشو خیلی دوست دارید؟ حالا هم از بچهای تیمتون، هم از بچهای تیمای دیگه، اگر حالا کسی رو من جدیدن خیلی دوبله نگاه نمی کنم واقعا. نمیتونم بگم که کی کارش بهتره یا نه، ولی من صداشو دوست داشتید، نه حالا کارش بخوایم بگید بهتره. صداشو دیدید چقدر مثلا صدای خوبی داره بین نسل‌های جدید؟ به نظرتون خیلی میتونه آینده خوبی داشته باشه تو این عرصه؟ چیزی بگم، من بچه بودم، سنم کم بود، برای سیاوش قمیشی فرستادم که ایمیل زدم، ایمیلش هم دارم، که آقای قمیشی به من میگن صدات بده. شما خیلی دوستان میگفتن چقدر صدات بده و چقدر مزخرفی فلان. میگفتش که هر صدایی باید جای خودش باشه که تو بگی که خوبه یا بده. واقعا اینو بیاین سرلوحه کارمون قرار بدیم. هر آدمی در جای خودش بهترین آدمه، هر صدایی هم در جای خودش بهترین صداست. من نمیتونم بگم صدای کی خوبه. صدای بد هم وجود داشته باشه یه جا به کارت میاد. قاعدتاً یه کسی که احساس میکنه استعداد این کارو داره 10%، یعنی به ضرس قاطع عرض میکنم 10% صدای خوب تو دوبله تو رو پیش میبره.
90% تکنیک کاره، 90% درک کاراکتر، 90% همزاد پندری، تلاشته، 90% حس بازیگری درونته. شما از این صدای اینطوری خیلی میان میشینم. خیلی هم تو این جدیدا من میبینم مخصوصا حالا خانوما و تو پسرام خیلی زیاده. خانوما که همه صدای یه شکل. یعنی پیچ رادیو رو میچرخونی همه اینطوری. چرا همه صدای یه شکل شده؟ مثل این میمونه که تا بگی چرا قیافه ها همه داره یه شکل میشه، خانم‌ها آقایون همه گونه و همه فک و همه این و همه خب اون. تو دوبله این اتفاق من دارم میبینم. چرا؟ چرا؟ اینکه مخاطب باید مخاطب باهوشی بشه تو این زمینه، مخاطب باید مخاطب فنی تری بشه تو این زمینه. همونطور که الان سلیقه مردم تو فیلم دیدن خیلی هاشون داره عوض میشه، فیلم خوب از فیلم بعد تشخیص میدن، تو دوبله خوب از دوبله بعد هم تشخیص بدن. حالا یه خاطره من بگم از حالا گفتید تقلید صدای بزرگان. ما یه دوستی داشتیم، حالا از دوستانمون تو کار بود. بعد ایشون ویپ میفروخت، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه ویپ بود. بعد گفت آره من یه تیزر دادم، تیزر تبلیغاتی با صدای آقای والیزاده. گفتم امکان نداره ایشون بیاد مثلا تبلیغات دخانیات و ویپ و اینا. گفت آره یه اتفاقا مثلا اینقدر هزینه کردم بابت این 2 دقیقه، قطعا خودشه و اینا. گفتم بفرست، گفتم بفرست. بعد فرستاد، دیدم صدای شبیه، هنوز هوش مصنوعی اینا نیومده بود، یعنی قضیه برای سالها پیشه، هنوز این قضیه باب نشده بود. دیدم صدای شبیه هست ولی دیدیم مثلا پختگیه رو نداره، اون حرفه‌ای بودن آقای والیزاده توش نیست ولی شبیه. بعد گفتم ببین این یه جای کار میلنگه. بعد پول زیادی هم داده بودن، مثلا 20 تومن بابت 1 دقیقه مثلا 5 سال پیش. بعد برای یکی از دوستان فرستادم، بعد قشنگ توی وایس توضیح داد، گفت اصلا این ایشونه، آره دیگه بدلشه، مثل بدل مسی هست، این اینه. تو اون تایم من بدل مسی مود بود. گفت دقیقاً مثل همین، توضیح بده. برای دوستم فرستادم، سین کرد، فکر کنم از اون روز دیگه باش صحبت نکردم. خیلی ذوق داشت تو اینا، خیلی اتفاق عجیبی بود. من اون موقع که انجمن گویندگان جوان کارآموز بودم یه دوستی داشتیم که صدایش اینطوری بود. بعد فینش هم خیلی میزد، اینطوری بود. حالا اسم نمیگم. یه توضیح من بدم. یکی از بدترین چیزا تو دوبله اینه که یکی از گوینده ها تیپ تو رو بگیره. یعنی ببین کار تمومه. بعد با هم کارآموز بودیم، بذار با تیپ خودش بگم. رفتیم توی داروخانه‌ای، بعد خانومی اون پشت بود. بعد اولا که هر جا میشستیم تو تاکسی مثلا میگفت آقا متشکرم من پیاده میشم، یا برمیگشت گفت شما دوبلری، میگفت بله. لذتی که تو بله این بود لذت، یعنی از لذت گل فینال جام باشگاه اروپا بیشتر بود واسه. یعنی اصلا چیز عجیبی بود. بعد میگفتم اون مسخره بازیه چیه در میاره. مثلا من واقعا خودم هنوزم میگم صدای خاصی ندارم ولی ادام در نمیارم. باز شروع کرد. و رفتیم داروخانه. بعد گفت خانم عذرخواهی میکنم شامپوی هد اند شولدر دارید؟ بعد خانم گفت بله. از اینجوری دختر اینجوری نگاه کرد و بله داریم. محبت میکنید آبیشو بدید، این که نوشتهش آبی باشه برای موهای معمولی؟ گفت بله خواهش میکنم. اومد اینجا و من رفتم پس کلش. بعد این شامپو رو گذاشت، چقدر تقدیمتون کنم؟ بعد خیلی آقا عذر میخوام شما دوبلرین؟ گفت بله خانم. گفت چرا اولی؟ من فکر کنم شما رو تو فیلم هندی صداتون رو زیاد شنیدم. گفت بله آمیتابh بچان رو من گفتم. بعد بچه‌ها دارن میخندن. بعد گفت دارن تیکه میشن بخندن. اون پشت اصلا نمیدونید چه خبره. دختر گفت وای فلانی تشریف بیار آقا، فلان آقا دوبلر آمیتابh بچانه. ببین من دیگه آمپر چسبوندم دکمه قرمز رو. ببین من همیشه یه جا دارم، تو مغزم زدم. بلند تو داروخانه گفتم که بابا شما چرا باور میکنید وقتی آمیتابh بچان بازی میکرد آقای خسرو شاهی میگفتن این اصلا تو برگ درختم نبوده، این متولد 63. اینو که من فیکش گفتم بود، خودش هم نبوده تازه.
بعد دیگه بدلش بوده. دیگه تو نمیدونی این تفلک تیروی کرد درخت کردن هی یه دقیقه کرد میریخ اومد اینجوری گفت تو آبروی منو بردی. گفتم که این کار کردم دفعه دیگه این کار نکن که البته اون دوست بزرگ با عاقبت به خیر شد و به هر حال حریمای مختلفی رفت، حریم سلطان، حریم این ور، حریم اون ور بمانند. ما در خدمت. عالی و قوی. اگر دوبلور نمی‌شدی چی کاره می‌شدی؟ کاسب میشدم یا ورزشکار میشدم یا کاسب. کاسب چی؟ بیشتر توضیح نبندش قضیه. هر چیزی که توش بشه پول خوب در بیاره. ای بابا بیا آره. بیا بریم کامنت‌ها رو بخون. هر چیزی که بشه پول خوب توش در بیاره و ورزشکار یا ورزشکارم میشدم. 0 و 1 بوده قضیه. آره. نه ورزشی که من هنوزم سفت و سخت دارم، یعنی جزو الگوهای زندگیمه. فقط فوتبال؟ نه یه بدنسازی ریزیم گنده نکردم هیکلو هم در همون جمع، ولی خب سعی میکنم که مواظب خودم باشم. هادی چوپان برو کنار. آقای قاضی داره میاد. سال خوب. کامنت ها رو میخونید همه رو؟ من با حفظ احترام تمام مخاطبینم، من خیلی از فضای مجازی خیلی لذت نمیبرم. یکی از دلیل قهر من اینه که اون طرف مجازیه، صفر کار هر شخص حقیقی نیست. ولی خب کامنت ها رو اونایی که مثلا میاد، حتی اونایی که انتقادم میکنن رو من یه لایکی میزنم خیلی هاشون، ولی واقعا به من مخاطب حس خوب میده. آره حس این که طرفو ببینمش خیلی برام لذت بخشتره. من لذت بخشترین کامنت مثبتی که تو کل عمرم شنیدم رو تو رادیو شنیدم. یک خانومی بود، من سالها برنامه صبح اجرا می‌کردم، 4 سال 5 سال با اسماعیل باس، 4 سال با اسماعیل باس برنامه صبحگاهی اجرا می‌کردیم و شبم تهران در شب اجرا می‌کردم و اون انرژی رو هنوز داشتم. 2 تا برنامه 3 ساعته بود و وقتی می‌خواستم خدافظی کنم با مردم که من دیگه نمیام تو این برنامه نیستم و اینا، یه کامنتی اومد از یک خانومی که تو آسایشگاه کهریزک بودن، بچه‌هاشون ولشون کرده بودن اونجا بودن و اینها. گفت من وقتی صدای امینو میشنوم، امین قاضی میشنوم، احساس میکنم صبح به صبح پسرام دارن میان و صدای منو گوش میکنن، یعنی با من حرف میزنن و خیلی برای من لذت بخش بود و هنوز که هنوز وقتی که حس میکنم که خدا چرا یه سری انرژی ها رو بهم داده، تازه اینجوری میفهمم. این جمله رو خیلی‌ها تو کامنت ها میگفتن که اصلا فکر نمی‌کردم قیافه دوبلورش اینجوری باشه یا چرا مثلا بعده صدای به کاراکتره نمیاد. اتفاقا همه میگن چقدر باحاله که صدا یه چیز، سیما یه چیز دیگه است. آره نمیدونم به هم میخوره یا نه. میخوره. میگن بعضیاش شبیه نیست، یعنی مثلا قیافه دوبلورش ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که این شکلی باشه. آره مثلا خب این اتفاق خیلی میفته. یه بار سوار تاکسی شدم، یه آقایی بود از خونه دوستی داشتم میومدم، 1:30 شب بود. بعد دیدم یه ماشینش خیلی ببین قشنگ، من مناطق پایین تهرانم بودم، داشتم میومدم بالا، دیدم یه آقای داره نگاه میکنه تو اسنپ، بعد شماره پلاک با اون چیزی که سوارشم یکی نبود. هی به خانم پیام دادم که فکر کنم تا نیم ساعت دیگه میکشتم، لوکیشن روشنه، نیومدم مثلا چه میدونم مواظب خودت باش، مثلا ساندویچو بخور بیا. همینجوری داشتم میزدم، یارو هی نگاه کرد، اون موقع برنامه صبح هم پخش میشد. بعد گفتش که همین قضیه رادیو تویی؟ ببین همونجا گفتم اشهد ان لا. بله چطور؟ خیلی قیافه مزخرفه. ای بابا ببین همونجا من ترکیدم، گفتم الان میخوای چی بگی؟ گفت فکر کردم موهات فرفریه ولی الان یه چیز دیگه ای. خیلی باحال بود. آره پیش یکی از رازهای کار دوبلورا هم همینه ها که از محیط اطراف دقیقاً اون تیپ‌ها رو میگیرن. آره. و تو کارها همین جوری استفاده میکنن. یعنی یه جا که یه راننده لات باشه همین تیپو یه میبینید روش میندازن. لات نباید خب صداش بنده خدا اینطوری بود دیگه، یه خوردم اینجوری بود. همه نیست. آره یه فضاهای این شکلی داشت با حفظ و احترام به همه راننده‌های عزیز. خب در رابطه با همین موضوع
بنده خدایی نوشته وقتی صدا با سیما نمیسازه ولی بهترین لحظه ها رو خلق میکنه. شکری. محبت دارن. بعد مرسی، خیلی هم ممنون. گفتن انگار انیمیشن ها دارن شما رو دوبله میکنن، شما آره. انیمیشن ها رو دوبله نمیکنید. نمی‌کنیم. اینم آره. خیلی زیاد آره. گفتن. نه اگه خودمو یه ذره از نزدیکتر بشناسن متوجه میشن که تک تک اونایی که گفتن خودمم. دقیقاً. برای شخصیت ما که متوجه شدیم، شما قطعا با دیدن این ویدیو به این موضوع رسیدید. زنده باشی. مرسی. اینو بعد خودتون بخونید باش. با لهجه لوراکس. این یکی چقدر صداشون دوست دارم یو. خب تا اینجاش رفتم. If you خیلی باحالی بودیدیو. If you خیلی باحالی بودیو. پتو بودیو چه خفن صدایی گوگلیو. گفتم ولی با سختی گفتم. عالی بود، عالی بود. مرسی ممنون. بعد قربونت برم. این بنده خدایی هم بعدش نوشته من تا مدت‌ها شبیه لهجه زیانی حرف می‌زدم و همه به میگفتن این لهجه کجاست، من کلاس می‌ذاشتم. آره نه اون تیپه رو خود رئیسی گفت و اجراش هم خیلی کار سختی بود. این کارا رو زیاد میکرد ایشون. مثلا سر فیلم تاکفون پلیس رو علیرضا طاهری میگفت. علیرضا طاهری قرار شد که همه چیزاشو چپن در قیچی بگه. بعد تو بازی کار هیچی نمیفهمیدیم. تو مثلا مردم میخوان کار ببینن، نمیخوان درس جواب بدن که لاک فیلینگ وودش که الان بچه‌ها اشاره کردن مون بقیه‌شو عوض کرد. تو این انیمیشن کوفته قلقلی یه اسم دستگاهی بود. اسمش همسانساز غذایی دینامیک ابرجهشی دیاتونیک فلینت لاک بوده، یا به اختصار حق داشت فول. درست. عالی بود. حالا پشت صحنه کاملش رو میریم با بچه‌ها ببینیم بعد از مصاحبه. یه آیتم پایانی داریم. ما اسم میگیم، شما حستون رو بگید. گلوری جریان ساز دوبله نوین انیمیشن و حیف. بهترین دوست یک دوبلور. بهترین دوست یک دوبلور خودش. قهرمان زندگی. قهرمان زندگی هر کسی خودش و فکرشه. برف بازی. محکم بزنید، به قصد کشت بزنید. سوسول بازی در نیاد. قبلش گفت با سنگ زده جا برف. ایران. امید، آرزو، نسل جوان. رادیو. امیدوارم یه روز جای بهتری بشه. فوتبال. خود زندگی. سام استدیو. امید بخش سر جوان. جایی که داریم راجع به شرافت دوبله با هم حرف میزنیم و هر چیزی اصول خودش رو داره. سانسور. سرطان. میکی ماوس. همیشه دوست داشتنی. آقای مهرداد رئیسی. حیف. و در آخر انیموشن آرت. جریان ساز اتفاقات خوبی میتونه بشه. خیلی هم عالی. ممنونم از نظرتون. مرسی که مهمان ما بودید امروز. برای ما باعث افتخار بود. امیدوارم که بیننده های عزیزمون از این برنامه لذت برده باشن. بچه‌ها ویدیو رو نگه دارید که میخوایم بریم سراغ پشت صحنه جذاب انیمیشن ها. آقای قاضی بازم ازتون تشکر میکنم. مرسی که بچگی ما رو با کارتون قشنگتر کردید و امیدوارم باز هم بتونیم ازتون ما دوبله های ماندگار داشته باشیم. خیلی متشکرم که منو دعوت کردین تو این برنامه. ایشالله که اتفاقات خوبی بیفته و ایشالله که همونطور که همیشه گفتم دوبله تهش پاسداشت زبان فارسیه. این بزرگترین اتفاقی که تو دوبله رقم میخوره. ما بتونیم پاسدارای خوبی باشیم برای زبان فارسی. خیلی ممنونم ازتون. رو به دوربین وسط. تا یه ویدیوی دیگه بچه‌ها، خدا نگهدار. خدا. خانم لوبیا مردی؟ خانم لوبیا خانم اکتش هم اومدم. اسمش همسان ساز غذایی دینامیک ابرجهشی دیاتونیک فلینت لاک بوده، یا به اختصار حق داشت فول. املاک فلفل. حق داشت فول. همبرگر بلبل. حق داشت فول.
شاکری، مرسی، ممنونم، قربون شما، ممنونم، مرسی.